let's go. Okay, as I said before, اول کانسیلر میزنیم روی پلک چشم که اگه این کیس که گند زدیم زیر چشم بتونیم جمعش کنیم. میدونیم بتونیم جمعش کنیم. حالا من امروز خیلی همچین سبک میخوام کار کنم. یه خورده پودر رو میزنیم که از بد شدن کانسیلر جلوگیری کنیم. بعد قسمت سخت داستان یه لاینی میکشیم که این چشم از حالت افتادگی خارج شه، ولی واقعا کشیدنش جلوی دوربین برام سخته و سایه هم الان دم دستم نیست چون معمولا با سایه میکشم. بعد با این یه مقدار همچین پخشش میکنم. اوکی بردم پدیده as I said before که من معمولا با سایه میکشم، ولی الان سایم دم دستم نیست چون در سفرم و خونیش شدم. technically الان با خط چشم کشیدم، یعنی با مداد چشم کشیدم، ولی معمولا یه حالت اینجوری در میاد. بعد زیرشو با استفاده از کانسیلر تمیز میکنیم. اوکی حالا یه سری جاهای دیگه که جای لکم هست از مونده کانسیلرمون میزنیم cause why not. با اینکه یه چند دقیقه میمونیم تا خودش را همچین بگیره something like that. بعد اینکه من چون جا نداشت چمدونم به جای برانزر از این کانسیلر تارت استفاده میکنم، ولی رنگش تیر است برای من، یه جورایی مثل برانزر کار میکنه در واقع. ولی میدونید اینم میزنم اگه یه خورده خراب کنم باز زیرش با کانسیلر میام و کارو جمع میکنم. اوکی خب واسه ابرو از این پالت نیکس استفاده میکنم. اگه حال داشته باشم برم یه آب پاش بیارم. thought it's not here. خیلی خوب میشه، به عمل کرد کمک میکنه. اوکی من قبل اینکه پوستم رو خشک کنم یا با پاودر یا با پنکیک، اول رژگونه ها رو میزنم چون که احساس میکنم که قبل اینکه اول خشک کنی بعد پودری رو بزنی زود میره، ولی تا زمانی که پوست حالا با کانسیلر یا خیسه شما اول رژگونه ها رو بزنیم بعداً پاودر رو بزنیم. اوکی let's go. که تازه اگه برفرضم با پاودر با رژگونه پودری گند زدیم با اون میتونیم کاورش کنیم دیگه. رو دماغم میزنیم که همچین
آفتاب سوخته شیم cause why not. بالای چشمم میزنیم که یه رنگی بده. خب این خط لب رو من میزنم، بعد یا با یه خورده لیپ گلاس میبلین این 24 استیشه سوپر استیشه میام یه خورده اینا رو به هم کامباین میکنم. ولی خیلی هم کلا معمولا خط لب نمیکشم. احساس میکنم که این خط لبم توش یه خورده شاین داره، فقط با یه خورده این قسمت پایینی این رژ لبه حالت همون لیپ بامو داره، با این دوتا کامباین کنم. آره خیلی خوب میشه. یا دوستش دارم. بعد با این قسمت پشتیش یه خورده ناین الان آماده میشیم. های رها من امروز پینک بگویم پینک البته different things لکس چقدر هوا خوبه امروز خیلی امروز یا واقعا دویشلند داره سنگ تمام میذاره. آره چند روز زیادی چی میگن لوبونش ولی همه جا همین بود، هامبورگ هم همین بود. تعریف نکنیم زیادی از این. آره فردا دوباره بارون. هم ریاکشن رو ببینیم. توی دانسه ره نداره که دانسه امشبم زده شانسه جونه با من فرکانسه میام باهات توی دانسه ره نداره که دانسه امشبم زده شانسه دمه درم کلی بانسه. اما شورش آخرین باری که فکر کنم اصلا شورش این تایپ آهنگ ایرانی رو گوش نکرده بود. آره هیت جدید هم نظر چی گوش؟ اونی که الان آخریه؟ یا هیدن هم گوش کردیم دوست نداشت. اون نه اولیه خوب نه. هیدن رو دوست نداشت بچه ها. فرض کنید هیدن رو دوست نداشت. چی بود؟ خدافظ. دومیه ریتمش خیلی خوب بود. اولین صدای خلصه رو دوست نداشت. دومیه بد نبود. یا اوکی. تو کلا شاد دوست داری؟ نه یواش هم بود. با دیگه Aha, du bist ein Barbiger. Nein, du bist ein Barbiger. اینجایی که اومدیم اینجا خود شعبه تویوتاست. که رها میخواست ماشین بگیره چون که داین ماشین برای من بگیری. کدوم دوست داری؟ auswählen کن من میگیرم. کدوم؟ یا من همجا ماهه چه جالب ماه بدن یه ایکس. یا چقدر گایل.
ولی لمر تو قوی میتونی فکر کنم. اوپس بیک میده نه دل گرفته تو. خب امروز هم تموم شد و اینکه جالب بود واقعا. بعد تایم طولانی پیش خانواده بودن حس خیلی خوبیه، انرژی دوباره با آدم برمیگرد و اینکه تایم خوبی بود دیگه. کلا خورده حس عجیبی رو تجربه میکنم چون که نزدیک عیده و اولین بار پیش مامان بابام نیستم و یا کلا پیش خانواده نیستم، ولی خب خوبیش این که اینجا هم یه خانواده دارم. also آره کلا بهار واقعا برای من خیلی خاصه. الان دیگه داره کم کم غروب میشه. کلا غروبا خیلی عجیبن برای من، ولی آره خیلی هم غروبش قشنگه. ولی مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که دوست داشتین و اگه دوست داشتین لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره. also مرسی برای اینکه تا اینجا با من بودین. شب بخیر یا اگه صبح میبینید صبح بخیر. در حال روزتون شبتون بخیر.